تا حالا وارد خونه کسی شدی و همون لحظه یه چیز عجیب حس کنی؟ خطوط تمیز، فضای باز، تقریبا هیچ چیزی روی پیشخوان‌ها نیست. انگار ذهنت یه نفس راحت کشید. حالا برگرد خونه خودت. کمدی که انگار هر لحظه ممکنه منفجر شه. میزی که زیر یه کوه از وسیله دفن شده و سطح خالی که یادت نمیاد آخرین بار کی دیدیش. سوال مهم اینه، فرق دقیقاً کجاست؟ چرا بعضیا با کمتر داشتن وسیله رشد میکنن و بعضیا وسط شلوغی احساس امنیت میکنن؟ امروز میخوایم روانشناسی پشت مینیمالیسم رو باز کنیم. نه از زاویه دکور، از زاویه مغز. روانشناسا یه اصطلاح دارن، نیاز به انسجام شناختی. ترجمه سادهش میشه مغزت عاشق نظم و کارهای تموم شده است. وقتی اطرافت شلوغه، مغزت هر وسیله‌ای رو مثل یه کار نیمه کاره پردازش میکنه. اون دسته نامه‌ها، تصمیمی که هنوز نگرفتی، اون لباسایی روی صندلی، یه حلقه باز دیگه. هر کدومشون یه بار ذهنی کوچیک میسازن. شاید متوجهش نباشی، اما انرژی میگیرن. آدمایی که به مینیمالیسم جذب میشن معمولاً نسبت به این نویزهای پس زمینه حساس‌ترن. مغزشون وقتی با وسایل کمتر احاطه شده باشه آرومتر، شفافتر و متمرکزتر کار میکنه. برای همینه که یکی میتونه وسط کلکسیوناش زندگی کنه و لذت ببره و یکی دیگه توی همون فضا احساس خفگی کنه. این فقط سلیقه نیست، مسئله نحوه سیمکشی مغزه. مینیمالیست‌ها معمولاً یه ویژگی مشترک دارن، منبع کنترل درونی. یعنی باور دارن حال خوبشون از کارایی میاد که انجام میدن، نه از چیزایی که میخرن. تبلیغات چی میگه؟ این رو بخر، ذهن تغییر میکنه. اما مینیمالیست‌ها معمولاً شکاک‌ترن. اونا میگن اگه قرار زندگیم بهتر شه باید خودم تغییرش بدم. تحقیقات نشون میده این افراد کمتر اسیر ترندها میشن، کمتر تحت فشار اجتماعی خرید میکنن. چیزی رو میخرن چون کاربردیه، نه چون بقیه دارنش. کمتر داشتن یعنی مدیریت کمتر. مدیریت کمتر یعنی ذهن آزادتر و ذهن آزادتر یعنی حس کنترل بیشتر. تحقیقات نشون داده مادیگرایی بالا اغلب با ناامنی و رضایت پایینتر از زندگی همراهه. گاهی جمع کردن وسایل تلاشی برای پر کردن یه خلأ درونیه. اما مینیمالیست‌ها معمولاً ارزش خودشون رو یه جای دیگه پیدا میکنن، مثل روابط، رشد شخصی، تجربه‌ها. اونا لازم ندارن با اشیا ثابت کنن کی هستن. جالبه بدونی مطالعات نشون داده خرج کردن برای تجربه‌ها مثل سفر، یادگیری، وقت گذراندن با آدم‌های مهم زندگی شادی موندگارتری میسازه نسبت به خرید وسیله. انگار مینیمالیست‌ها اینو عمیقاً درک کردن. پولشون رو خرج خاطره میکنن، نه کالا. هویتشون از کارایی میاد که انجام میدن، نه چیزایی که مالکشن. حدود 20% آدم‌ها به طور طبیعی نسبت به محرک‌های محیطی حساس‌ترن. برای این افراد شلوغی فقط بی‌نظمی نیست، فرسایشه. یه اتاق به هم ریخته میتونه حس هرج و مرج ایجاد کنه. انگار هر شیئی داره برای جلب توجه رقابت میکنه. مطالعات نشون داده شلوغی بصری میتونه پاسخ استرس رو فعال کنه. خیلی از مینیمالیست‌ها تو همین گروه قرار میگیرن. برای همین مینیمالیست فقط به وسایل محدود نمیشه. برنامه‌شون رو ساده‌تر میکنن، تعهدات غیر ضروری رو حذف میکنن و برای خودشون روتین میسازن. اونا فقط خونه رو خلوت نمیکنن، دارن سیستم عصبیشون رو آروم میکنن. ویژگی مشترک دیگه آینده نگریه. وقتی چیزی رو میبینن فقط نمیپرسن الان میخوامش، میپرسن یه سال دیگه هم میخوامش، کجا نگهش میدارم، اگه اسباب کشی کنم چی؟ همین چند سوال ساده سرعت انباشه کردن وسایل رو کم میکنه. تحقیقات نشون میده افرادی که آینده نگرن بیشتر پسنداز میکنن، کمتر تصمیمات تکانشی میگیرن و انتخابهای سالم تری دارن. مینیمالیسم با این طرز فکر هماهنگه. یعنی بارها و بارها سادگی بلند مدت رو به میل کوتاه مدت ترجیح بدی. خب همه اینا یعنی چی؟ مینیمالیسم محرومیت نیست. یه مد اینستاگرامی هم نیست. برای بعضی ذهن‌ها یه هماهنگی طبیعیه. اگر بهش جذب میشی شاید مغزت تشنه نظم باشه. شاید استقلال برات مهمه. شاید معنا رو تو تجربه ها پیدا میکنی. یا شاید ذاتاً آینده نگری. و اگر جذبش نمیشی اون هم کاملا طبیعیه.
شاید ذهن تو با تنوع شکوفا میشه. شاید توی فراوانی آرامش میگیری. مسئله این نیستش که شبیه بقیه زندگی کنی. مسئله اینه که مدل ذهنی خودت رو بشناسی و زندگی طراحی کنی که باهاش هماهنگ باشه، نه علیهش. اگه این ویدیو برات مفید بود لایک کن و برام بنویس ذهن تو با چی آروم میشه، با خلوتی یا با شلوغی. تو ویدیو بعدی میبینمت.